سلام تماشابینان عزیز، خلاصه خبرهای مهم 9 اکتبر تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبری مهم روز در این برنامه. وزارت عدلیه سیف الله زاده را در زندان یک عضو دسته رحمان گیتلر زده است. به امام علی رحمان رسانید 6 طلب اپوزیسیون تاجیک از پارلمان اروپا. تاجیکستان در مسئله انتقال پول از روسیه از ازبکستان و قرقیزستان قفا مانده است. هلاکت ده نفر بر اثر ترکش در نماز جمعه در مسجد شیعه در قندوز. حبس 3 ربسرای تاجیک برای استفاده دشنامهای فحش. هلاکت 2 مسافر در یک صدمه در راه ورزاق. و اکنون تفصیلات خبرها. وزارت عدلیه تاجیکستان روز 9 اکتبر با نشر یک بیانیه ویژه در سامانه رسمیش آوازه شکنجه شدن عضو سابق حزب فعلا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلام حکمت الله سیف الله زاده را در زندان رقم 3/1 سرریاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه خبرهای بردروغ و اغوای محض نامیده گفت این آوازه اساس واقعی ندارد. در بیانیه وزارت عدلیه گفته می شود سنجش اولت مذکور نشان داد که 5 سپتامبر سال 2021 میان محکوم شدگان مؤسسه اصلاحی 3/1 حکمت الله سیف الله زاده و سابق عضو گروه تروریستی سنگینوف رحمان ترسونوف اصلدین قابلویچ که بر اساس 2 ماده کودکس جنایتی 181 گروگانگیری و 186 بندیتیست از آزادی محروم گردیده است، در زمینه برخورد منفعت‌های معیشی مناقشه لفظی سر زده است. در نتیجه ترسونوف اصلدین به تحقیرهای حکمت الله سیف الله زاده تاب نآورده او را زیر التکوب قرار داده است. وزارت می‌افزاید که مأموریت زندان بنا به ویران کردن ترتیب‌های داخلی مؤسسوی خود همان روز ترسونوف اصلدین را همچون جزا به مهلت 15 شبانه روز به تفقیفگاه جریموی انداخته است. ولی می‌افزاید وزارت معاینه پیشکی طبی نشان داد که محبوس حکمت الله سیف الله زاده یگان آسیب جسمانی ندیده است و برای طبابت نیز مراجعت نکرد. این در حالی است که دختر سیف الله زاده قبلا گفت از زندان به آنها زنگ زده آوردن داروهای مشخص را برای طبابت او بعد آن لطکوب درخواست کرده بودند. وزارت گفت بعضی سازمان‌های افراطی از این خبرهای بردروغ و اغوای محض دایر به شکنجه شدن محبوس حکمت الله سیف الله زاده سوء استفاده کردند. حکمت الله سیف الله زاده که 70 سال دارد و در گذشته سخنگوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و سردبیر نشریه رسمیشان نجات بود، ماه سپتامبر سال 2015 همراه با یک گروه دیگر رهبران این حزب با اتهام اشتراک در تهیه آشوب مسلحانه حاجی حلیم دستگیر و به 16 سال زندان محکوم شد. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دست داشتنش در آن آشوب را رد می‌کند و حکم اعضایش با جرم همدستی در آشوب حاجی حلیم را بی اساس می‌شمارد. قلب حکمت الله سیف الله زاده را ماه ایون سال جاری جراحی کردند و او چند ماه آخر در قسم طبی زندان وحدت ادای حکم می‌کرد. سازمان خبرنگاران بدون مرز در آغاز ماه سپتامبر از حکومت تاجیکستان خواسته بود که حکمت الله سیف الله زاده را برای به سبب در خطر بودن جانش عفو کنند، ولی محبوسان سیاسی به عفوی که 1 ماه پیش بخشیده به 30 سالگی استقلال تاجیکستان قبول شد شامل نشدند. کمیته شهروندی نجات گروگان‌ها و زندانیان سیاسی تاجیک یک نهاد نزدیک به نیروهای اپوزیسیونی که مثل دیگر گروه‌های اساسی مخالفین در اروپا فعالیت می‌کند در یک نامه به پارلمان اروپا از دعوت پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان برای انجام سفر رسمی به فرانسه و قرارگاه پارلمان اروپا اظهار ناراحتی کرده از پارلمان اروپا خواسته است که 6 مسئله مهم را ضمن این سفر امام علی رحمان با او در میان بگذارند. از اتحاد اروپا خواسته شده است که تا از امام علی رحمان تقاضا کنند که مقامات تاجیکستان به حبس و زندانی کردن و آزار و شکنجه مخالفان سیاسیش و نزدیکان آنها نقطه گذاشته همه محبوسان سیاسی را از محبس‌ها آزاد کند. بس کردن سیاست محدود شدن منصب‌های کلیدی در دست اعضای خانواده و خویش و تبار نزدیک پرزیدنت تاجیکستان، راه گشودن به فعالیت حزب‌های سیاسی، تأمین اصل عوض شوندگی حکومت، فراهم آوردن دسترسی مردم به آزادی‌های شهروندی، رعایت قانون اساسی تاجیکستان و معیارهای جهانی حقوق بشر از جمله دیگر طلب‌هایی است که
کمیته شهروندی نجات گروگانها و زندانیان سیاسی تاجیک در نامه خود به پارلمان اروپا ذکر کرده است. همین طور مخالفین تاجیک از پارلمان اروپا خواستند تا مقامات تاجیکستان را به پذیرفتن پناهجویان افغانستان مایل کنند. انتظار می رود امامعلی رحمان روزهای نزدیک به اروپا سفر کند. خدمات مطبوعات پرزیدنت فرانسه قبلا گفت که ملاقات امانوئل مکرون با امامعلی رحمان در پاریس روز 13 اکتبر به نقشه گرفته شده است. پرزیدنت تاجیکستان بار آخر 2 سال پیش ماه نوامبر سال 2019 از فرانسه بازدید کرده بود، ولی ظاهرا تغییر کل وضع حربی و سیاسی افغانستان ضرورت سفر نو او را به فرانسه پیش آورده است. دعوت او در حال صورت گرفت که پرزیدنت تاجیکستان قاطعانه از رژیم نو طالبان در افغانستان انتقاد میکند و این گروه تندرو را به آن ابدار میکند که افغانستان را دوباره به لانه تروریسم بین المللی تبدیل داده ایستاده است. امامعلی رحمان همینطور از جبهه مقاومت ملی افغانستان برابری احمد مسعود به ضد طالبان می جنگد حمایت میکند و برای تاجیکان و دیگر اقلیت‌های قومی افغانستان در حکومت نو طالبان جایگاه شایسته طلب دارد. فرانسه نیز طوری به نظر میرسد رژیم نو طالبان را چندان خوش ندارد. این کشور در سالهای 90 از هواداران مبارزه احمدشاه مسعود پدر فقید احمد مسعود به ضد رژیم قبلی طالبان بود و از لحاظ سیاسی از او حمایت میکرد. مطالله روحانی نماینده طالبان در قندوز خبر داد که روز جمعه 8 اکتبر بر اثر حمله مرگطلبان در مسجد شیعه ها در این ولایت با تاجیکستان هم مرز دست کم 46 نفر کشته و بیش از 140 تن دیگر زخمی شدند. تروریست خود را وقتی ترکاند که ازدحام بزرگ برای ادای نماز جمعه در مسجد جمع شده بود. سید احمدشاه خاشمی یکی از رهبران هزاره های قندوز گفت این حمله بیش از 70 کشته به جا گذاشت. مسئولیت حمله مرگطلبانه به مسجد قندوز را گروه افراطی دولت اسلامی خراسان به عهده گرفت. این دومین حمله داعش به مسجدها در هفته جاری است. چند روز پیش در حمله به مسجد عیدگاه در کابل 5 نفر کشته شدند. حمله وقتی صورت گرفت که نماز جنازه مادر ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان را می‌خواندند. ذبیح الله مجاهد حمله قندوز را محکوم کرد و گفت آن بی پاسخ نخواهد ماند. حمله قندوز خونین‌ترین حمله داعش از زمانهای حمله روز 26 آگوست جنگجویان آن در فرودگاه کابل است که 170 تن از مردم ملکی و 13 نظامی امریکا را کشته به جا گذاشت. داعش ادعا کرده است که مرگطلبی که مسجد شیعه ها را در قندوز ترکاند اویغور بود. خطای خیلی باز در تشویش است که افغانستان میتواند به پناهگاه و پایگاه جنگجویان اویغور تبدیل بیابد و آنها به نشان انتقام به تعقیب اهالی مسلمان ولایت شینجان در غرب خطای میتوانند به اهداف پکین در افغانستان حمله کنند. سازمان ملل ماه ایون در گزارشش گفته بود با شنیدن خبر خروج نیروهای امریکا و متحدانش از افغانستان از 8 تا 10 هزار جنگجویان از کشورهای آسیای مرکزی، قفقاز شمالی، روسیه، پاکستان و شینجان خطای به افغانستان ریختند. بنا به گزارش سازمان ملل اکثر این جنگجویان در کنار طالبان و القاعده که اتفاقچی‌اند می جنگند، ولی آنها هم کم نیست که به صف داعش خراسان پیوستند. طالبان که ماه آگوست حکومت تحت حمایه غرب را سرنگون کرده افغانستان را غصب کردند، تلاش دارند تا پیش روی گسترش فعالیت داعش را بگیرند. این گروه وقتهای آخر با تشکیل حمله‌های چریکی که بر اثر آنها جنگجویان طالبان هم کشته شدند نسبت به حاکمان نو افغانستان خصومت نشان داده با حمله‌های خود مهمترین وعده طالبان تامین امنیت و آرامی را به چالش کشانده ایستادند. هزارها اقلیت شیعه مذهب افغانستان بازگشت دیگرباره طالبان را به قدرت در این کشور با ترس قبول کرد، چون که در سالهای 90 در دوران حکومت یکم طالبان هزارها با دلیل پیرویشان به مذهب شیعه تحت تعقیب و تعویض دائمی قرار داشتند. در نیمه اول سال 2021 از روسیه به تاجیکستان و اساساً از جانب مهاجران تاجیک 755 میلیون دلار پول فرستاده شده است. این نظر به 752 میلیون دلاری که در ماه‌های ینور ایون سال 2020 از روسیه به تاجیکستان ارسال شده همگی 3 میلیون دلار یا 0.4% بیشتر است. این ارقام از آمار رسمی است که
بانک مرکزی روسیه روز 9 اکتبر نشر کرد. بر اساس امور رسمی بانک مرکزی روسیه تاجیکستان از لحاظ حجم انتقال پول از روسیه در نیمه اول سال جاری در بین کشورهای اسنگ در مقام سیوم قرار دارد. از همه بیشتر امسال از روسیه به ازبکستان 2 میلیارد و 270 میلیون دلار پول فرستادند. در جای دوم باز یک کشور دیگر مهاجرفرست آسیای مرکزی قرقیزستان ایستاده است که امسال از روسیه و نیز اساساً با شرافت مهاجرانش 951 میلیون دلار پول دریافت کرده است. جالب این است که به فرق از تاجیکستان امسال همچنین انتقال پول از روسیه به ازبکستان و قرقیزستان به طور قابل ملاحظه افزایش یافته است. برای مقایسه حجم انتقال پول به ازبکستان قریب نیم میلیارد دلار به جای 1 میلیارد و 772 میلیون نیمه اول سال 2020 یا 28.1% و به قرقیزستان 236 میلیون دلار به جای 716 میلیون یک سال پیش یا 33% افزوده است. دو کشور مهاجرفرست قفقاز جنوبی آذربایجان و ارمنستان با 432 و 372 میلیون دلار پول از روسیه برایشان ارسال شده در این چمپیونات بعد سه کشور مهاجرفرست آسیای مرکزی قرار گرفته. اوکراین و قزاقستان در نیمه اول سال جاری از روسیه بیش از 200 میلیون و مولداوا قریب 140 میلیون دلار پول گرفتند. ولی معلوم می شود انتقال پول به کشورهای اسنگ منابع اساسی تامین بازار روسیه با نیروی کاری در حجم عمومی انتقال پول از این کشور نقش ناچیز داشته است. در عموم در نیمه اول سال از روسیه به خارج 20.3 میلیارد دلار فرستادند که از آن تنها نزدیک 5 میلیاردش به کشورهای اسنگ و 15 میلیارد باقی ماندهش به کشورهای خارجی دور و اساساً به غرب رفته است. برای مقایسه حجم انتقال پول به همه کشورهای اسنگ خیلی کمتر از پول است که در ماه‌های ینور ایون سال 2021 از روسیه تنها به سه کشور غرب شویتزاریا 4 میلیارد دلار و امریکا و بریتانیا هر دو قریب 1.5 میلیاردی رفته است. ولی اگر کشورهای اسنگ معاش با زحمت به دست آورده مهاجرانشان فرستاده شود، میلیاردهایی که به غرب میروند سرمایه‌هایی است که از روسیه میگذرانند. در عموم سال 2020 از روسیه به تاجیکستان 1.7 میلیارد دلار پول ارسال شده بود که این نظر به سال 2019 آخرین سال تا پاندمی 800 میلیون دلار یا 32% کمتر بود. سال گذشته از روسیه به ازبکستان 4.4 میلیارد و به قرقیزستان قریب برابر تاجیکستان 1.7 میلیارد دلار پول انتقال داده بودند. برای این سه کشور آسیای مرکزی پولهایی که مهاجرانشان از روسیه میفرستند یک منبع اساسی تامین روزگار اکثر عائله‌ها به شمار می رود. سه رپسرهای تاجیک را در پی یک باتل با اتهام استفاده از دشنامه‌های فحش دستگیر و هر کدام را به 5 شبانه روز حبس مأموری محکوم کردند. در این باره با نشر عکس رپسرایان افشوده در گروه اندیشه در فیسبوک خبر دادند. بنا به نوشته مؤلف رپسرایها چاریف حسین سال تولدش 1992، طالبوف قربان علی سال تولدش 1998 و سفروف فریدون ضمن برگزاری باتل به یکدیگر سخنها و دشنامهای فحش گفتند که به شأن و شرف و اعتبار فرزندان تاجیک راست نمی‌آید و سپس نوار تحقیرآمیز و فحش خود را در شبکه‌های اجتماعی نشر نمودند. خوشبختانه از جانب مقامات کارهای داخلی برای این کردار غیر اخلاقیشان دستگیر گردیده مهلت 5 شبانه روز از آزادی محروم کرده شدند. تفصیلات دیگر درباره این قضیه داده نشده است. اطلاع رسمی نیز درباره حکم این سه رپسران نشر نشده است. خود این هنرمندان نیز هنوز چندان شناخته شده نیستند. از عکس نشر شده برمی‌آید که 2 نفر آنها با تخلص صدم و ام فاوک هنرنمایی می‌کردند. باتل که بین رپسران تاجیک هم مود شده است، یک نوع رپ در شکل استفاده آزاد کلمه هاست که مثل شعر سفید وزن و قافیه معین ندارد. در وقت باتل آوازخوان‌های رقیب باید حاضر جوابی کرده رقیب خود را در جایش با سخنان نشانرس مد کند. ولی جای تأسف آن است که بعضی باتل سراها تمام معیارهای ادبی و اخلاقی و فرهنگ گفتار تاجیکی را هنگام باتل رعایت نمی‌کنند. سخن‌های قبیح و دشنام‌های بی‌مورد را به زبان می‌آورند که خیلی تأسف آور است.
نوشته است اندیشه مؤلف خبر حبس 3 رپسرو در گروه اندیشه. روز 8 اکتبر سال 2021 تخمیناً ساعت 15:10 راننده автомашинаи тамғаи تویوتا کمری ظریفوف پرویز سنگ مرادویچ سال تولدش 1990 ساکن نویه ورزوب هنگام حرکت از سمت شهر دوشنبه به سمت نویه ورزوب به سمت مقابل حرکت راه برآمده به درخت کنار راه برخورده است. وزارت کارهای داخله گفت راننده تویوتا قاعده‌های حرکت راه را رعایت نکرده است. در نتیجه صدمه 4 مسافر این ماشین سیدوف عبدونظر سال تولدش 1956 مومینو و اولی سمو سال تولدش 1999 نوروف رجب مراد سال تولدش 1984 قادرف شهزاد سال تولدش 1998 ساکنان نویه ورزوب جراحات گوناگون جسمانی برداشتند. متاسفانه هنگام به بیمارخانه دسترس نمودن در راه مسافران عبدونظر سیدوف 65 ساله و اولی سمو مومینو 22 ساله به هلاکت رسیدند. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. هر سال بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان صدها نفر هلاک یا مجروح می شوند. از جمله سال 2020 بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان 375 نفر به هلاکت رسیده بیش از 1200 نفر معیوب شدند. در نیمه اول سال 2021 در راههای تاجیکستان 151 نفر در صدمه های نقلیاتی جان باختند. به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه اسماعیل سامانی با عریضه زن 31 ساله ساکن پایتخت مراجعت نموده است که شب 7 به 8 اکتبر سال 2021 تخمیناً ساعت 01:00 در کوچه شیروزی پایتخت شخص نامعلوم با روی زورآوری از دستش یک عدد تلفن موبیلی تمغه سامسونگ G5 را تصرف نموده از جای حادثه غیب شده است. ضرری رسانیده شده 1200 سامانی را تشکیل می‌دهد. در نتیجه گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوان 20 ساله ساکن نویه فیض‌آباد با گمان صادر نمودن جنایت غارتگری دستگیر کرده شد. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید. www.bomdad.com خوش باشید.